6 تکنیک ژاپنی برای غلبه بر تنبلی. شماره 1. ایکیگای. هدف زندگیت رو پیدا کن. چیزی رو پیدا کن که به خاطرش هر روز بخوای از خواب بیدار بشی، چون هدفت بهت انگیزه میده. شماره 2. کایزن. به جای اینکه یهو همه چیز رو بخوای انجام بدی، روی بهبودهای کوچک روزانه تمرکز کن. شماره 3. تکنیک پومودورو. 25 دقیقه بدون حواس پرتی کار کن. 5 دقیقه استراحت کن و بعد همین رو تکرار کن. راه خوبیه که بتونی توی زمان کمتر بیشتر کار کنی. شماره 4. هاراهاچی. وقتی که به اندازه 80% سیر شدی، دیگه غذا نخور. این انرژیت رو بیشتر میکنه. شماره 5. شوشین. به هر کاری مثل یک تازه کار نگاه کن. با همون کنجکاوی انگار اولین بار انجامش میدی. شماره 6. وابی سابی. نقص رو بپذیر، نه اینکه نگران هر جزئیات کوچکی باشی. اقدام کردن حتی اگه کامل هم نباشی از انتظار بهتره. کمال دست نیافتنیه.